خب بالاخره اومدی. حقیقتا خیلی منتظرت بودم. خوبیش اینه که دیگه راه برگشتی نداری. میخوام مهمترین سوال زندگی تو ازت بپرسم، اما قبلش میخوام برم سراغ معرفی این چنل. داستان از چه قراره؟ همیشه همه جا بهتون گفتن که توی مسیر زندگی آدم ها نه مقصدشون مهمه، نه مبدأشون مهمه، نه وسیله به مقصدشون. همه جا بهتون گفتن که این مسیر زندگی آدم هاست که مهمه. اما من به نظرم یه چیزی به مسیر ارجحیت داره و اونم چیزی نیست جز همسفری که باهاشون این مسیر رو طی می‌کنی. همسفرهایی که اگه توی خط فکری تو باشن، اگه توی خط فکری مثبت و موفقیت باشن، میتونن مسیر موفقیت تو رو خیلی سریعتر به ثمر برسونن. حالا ربطش به این چنل چیه؟ من خواستم که یه چنلی بزنم که آدمایی که توی این خط فکری‌های مثبت و توی خط فکری‌های منفی نیستن و دنبال رسیدن به هدفاشونن بتونن کنار همدیگه جمع بشن و تجربیات خودشون رو توی کامیونیتی شیر کنم. هم من بتونم از تجربیات شما استفاده کنم، هم شما بتونید از تجربیات من استفاده کنید. پس هدف چنل و افرادی که توشن اینی که هر روز 1% از دیروز خودمون بهتر باشیم. اینم بگم که این چنل توسعه فردی مثل بقیه چنل‌های توسعه فردی نیستش که محتوای ضرب بخواد آپلود کنه. صرفا چیزایی هستش که برای خودم جواب داده یا برای دیگران جواب داده و میخوایم اینجا نشرش بدیم که بقیه هم بتونن استفاده کنن. حالا برسیم به سوالی که منتظرش بودیم. طبیعتا همتون واسه خودتون یه هدف والایی در نظر گرفتید که اون هدف بلندترین و دورترین هدفی که واسه خودتون دارید. سوال من اینه: آخرین باری که واقعا حس کردید دارید حتی 1 قدم به اون هدف نزدیکتر میشید کی بوده؟ پیش خودتون فکر کنید. جوابشو واسم توی کامنت ها بنویسید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. و یادتون نره همیشه با خودتون تکرار کنید که اگر چیزایی میخواید که تا حالا نداشتید، باید کارایی بکنید که تا حالا نکردید.